به نام خالق زیبایی‌ها. مریم شایانفر هستم، 36 ساله، ساکن شیراز. 15 خرداد سال 94 با برنامه اینترنتی بهندام آشنا شدم و برای منی که 104 کیلوگرم بودم و چاقی مفرط داشتم، بیرون رفتن از منزل بسیار کار سختی بود. در واقع من بیشتر ترجیح میدادم که تو خونه باشم، حتی از مهمونی‌ها و مسافرت‌ها همیشه گریزون بودم. و در وهله اول انتخاب برنامه اینترنتی بهندام برای من بهترین انتخاب بود و بعد از اون متوجه شدم که این برنامه خیلی اصولی‌تر از اون چیزیه که من فکرشو می‌کردم، بسیار جامع، متنوع و در عین حال کارآمد. همونطور که میدونید یک فرد چاق وقتی که میخواد رژیم بگیره، لفظ رژیم خودش باعث میشه که بریم تو واکنش و حذف مواد غذایی و به دنبال اون منع غذایی رو به همراه داشته باشه. ولی برنامه بهندام هیچ گونه حذف غذایی نداشت، تنوعش بسیار زیاد بود. ما حتی تو مهمونی‌ها و مسافرت‌ها هم منع غذایی نداشتیم و هیچ وقت سفره‌مون از سفره خانواده جدا نشد. و به کسانی که میخوان برنامه شروع کنن و برای لاغریشون اقدام کنن میخوام بگم این راه اصلا راه سختی نیست. میتونید بهترین دوران رو تجربه کنید اگه که این 3 شرط رو رعایت کنید. به برنامه‌تون اعتماد کنید، به کارشناستون اعتماد کنید و سعی کنید از وعده‌های غذاییتون لذت ببرید.